سلام مجدد، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم با پارت 2 از سوالات شیمی کنکور امروز. کدام مورد درسته؟ اگر ایگرگ گرم اتانول و ایگرگ گرم آب با یکدیگه مخلوط شن، آب حلال. حالا ما برای اینکه اینجور سوالات متوجه بشیم، اولا باید این نکته رو بدونیم که وقتی دو تا مایع با هم دیگه مخلوط میشن، برای اینکه بفهمیم حلال کدومه، حلال اونیه که مول بیشتری داشته باشه، نه الزاما گرم بیشتر. پس بخوایم مول اینو تشخیص بدیم، باید گرمش رو تقسیم بر جرم مولیش کنیم. ایگرگ باید تقسیم بر 18 بشه تا آب به دست بیاد. ایگرگ تقسیم بر 46 بشه تا واسه اتانول به دست بیاد. خب معلومه که این کسر یک کسر بزرگتری میشه، پس نتیجه میگیم که آب حلاله درسته. و اگه 1.2 گرم اتانول به این مخلوط اضافه بشه، یعنی همون ایگرگ 18 هم بمونه. یه ایگرگ که داشتیم 1.2 هم بهش اضافه بشه 2.2 ایگرگ بر روی 46. حالا بخوایم اینو ساده کنیم تقریبا میشه 20 خوردی نزدیک 21. این بشه 1. بازم این بزرگتره. این دفعه بازم همون آب حلاله، اتانول حلاله غلطه. اگر x گرم آب میشه x بر روی 18، 4x گرم استون، 4x تقسیم بر استون چنده میشه 33 ها 6 او میشه 36 و 6 42 42 16 میشه 58. بخوایم ساده بکنیم میشه تقریبا 29 دوم میشه 14 و نیم که این از این بزرگتر، پس استون حلاله درسته. و اگر جرم مضافی از آنها با یکدیگه مخلوط بشه میشه x تقسیم بر 18 میشه x تقسیم بر 58 که معلومه آب حلاله، پس این گزینه درسته. هگزان و استون از جمله حلال‌های عالی هستن که تنها مواد ناقطبی در آنها حل شده محلولش میدن. واسه استون این جمله صدق نمیکنه، چون استون میتونه مواد قطبی رو هم در خودش حل بکنه. جرم مولی و چگالی هگزان از آب بیشتره. چگالیش غلطه، چون شکلی که تو کتاب قرار داده آب پایینتر از هگزان قرار گرفته، پس چگالی آب از هگزان بیشتره. پس همون گزینه 2 درسته. میریم سراغ سوال 85. در 500 گرم از یک نمونه محلول داره نمک‌های سدیم سولفیت یعنی Na2S و سدیم فلورید یعنی NaF در مجموع 6 گرم نمک حل شده است. خب اگر غلظت مولی دو نمک در محلول برابر باشه، پس یعنی نتیجه میگیریم که اگه به این x بدیم باید هم به این x بدیم، چون غلظت مولیشون با هم برابره. حالا با ضرب در جرم مولیشون کنیم تا ببینیم به اون 6 گرم برسیم. Na2 میشه 46 و 46 و 32 میشه 78x به علاوه Na به علاوه F چقدر میشه 23 و 19 میشه 42 x میشه 120x. 100x شده 6 گرم. پس نتیجه میگیریم که x مساوی هستش با 1/20. پس 1/20 مول از Na2S داریم، 1/20 مول از NaF داریم. غلظت یون سولفید برابر چند ppm؟ خب S رو بخوایم حساب کنیم 1/20 از این نمک ضرب در یه دونه S بشه میشه 1/20 S. حالا 1/20 S هم جرم مولی S32 میشه 1.6 گرم. 1.6 گرم به ازای 500 گرمه، به ازای 1000 گرم میشه 3.2 گرم و اینو اگه بخوایم به میلی گرم تبدیل کنیم میشه 1,000,000 میلی گرم میشه 3200 میلی گرم. این با این ساده میشه پارت پر میلیون، اینم 1,000,000 پس این 3200، پس گزینه 2 درست میشه. کدام مورد درسته؟ بار الکترون یون چند اتمی سولفات به اتم‌های اکسیژن در آن تعلق داره؟ نخیر، به کل اتم‌ها تعلق داره. هنگام اضافه کردن نمک‌های محلول با ساختار بولوری آن به اتم‌های سازنده، نخیر، به یون‌های سازنده شکسته میشه. شمار یون‌های حاصل از انحلال ترکیب یونی دوتایی، ترکیب یونی دوتایی طبق تعریفی که کتاب درسی گفته کد فقط دو تا عنصر داشته باشه، یعنی مثلا Na2S هم یه ترکیب یونی دوتایی محسوب میشه. برابر با شمار ذره‌های حل شده است؟ نه. ببینید الان مثلا می‌بینیم که شمار یون‌های حاصل از انحلال ترکیب یونی برابر با شمار ذره‌های حل شده است. می‌دیدیم که الزاماً شمار یون‌های حاصل با شمار ذره‌های حل شده برابر نیست. اگر یک نمک در آب محلول باشه، به یقین نیروی جاذبه یون دو قطبی از میانگین مجموع نیروی پیوند یونی در آب و پیوندهای هیدروژنی در آب قوی‌تره. بله این شرط این هست تا یه ماده بتونه در آب حل بشه. بس گزینه 4 درسته. میریم سراغ سوال 87. با توجه به واکنش‌های داده شده، اگر درصد خلوص KMnO4 دو برابر درصد خلوص FeCO3 و بازده درصدی واکنش 1.2 برابر بازده درصدی واکنش 1 و مول‌های برابر از گازهای O2 و CO2 در دو ظرف جداگانه تشکیل شده باشه، به ازای استفاده از 63.2 گرم KMnO4 ناخالص در واکنش 1 چند گرم FeCO3 ناخالص در واکنش 2 استفاده شده از ناخالص در واکنش شرکت نمی‌کنه. معادل واکنش هم باید خودمون موازنش بکنیم. خب تو موازنه میایم از این
مورد شروع میکنیم. K2MnO4 کاش اینجا فقط تکرار شده، پس میتونیم به اینجا ضریب 2 بدیم، این خودش ضریب 1 میگیره. Mn 2 تاست، پس اینجا باید یکی به ضریب این بده، میمونه O2 4 تا 8 تا، اینجا هم 4 و 2 6 تا، پس اینم با ضریب 1 میگیره بشه 8. Fe 3 و 3 اینجا ضریبش 1 میگیره، اینجا ضریبش 1 میگیره، اینجا 1 سی هم اینجا 1 میشه. اما من یه جا اشتباه شد، حواسم نبود، باید به این دقت کنیم که Fe اینجا 3 تاست، اینجا یه دونه است. این اشتباه بزرگی بود، اگه ادامش میدادم. این 3 تاست، این یه دونه است. 3 تا سی میشه. حالا باید ببینیم که به این سی چند تا میرسه، به این سی چند تا میرسه، یعنی کدوم باید 2 قرار بدیم. به اکسیژن دقت میکنیم، اینجا 3 تا 9 تا اکسیژن داریم، اگه به این 2 بدیم به این 1 بدیم میشه 2 تا 4 تا 4 4 8 با یه دونه اکسیژن میشه 9. پس اونجوری هم سی جور در میاد هم او جور در میاد. الان 3 تا سی داریم، 3 تا سی داریم، 9 تا او داریم، 4 8 و یه دونه 9 تا هم او داریم. پس این هم درسته، پس موازنهش کردیم. حالا بریم سراغ این که گفته که مول های برابر واسه O2 و CO2. O2 1، اگه CO2 هم بخواد 1 بشه، بیایم همه اینا رو تقسیم بر 2 بکنیم. یعنی چی؟ یعنی 1 اینجا و 1 اینجا جفتشون میشن نیم. این که 2 بود میشه 1، این که 3 بود میشه 1 و نیم، میشه 1 و نیم، این هم میشه 1. حالا O2 و CO2 با هم برابرن. خب حالا واکنش 2 بازده درصدیش 1.2 برابره، ولی درصد خلوص اولی 2 برابر اینه. پس اگه اینا رو بخوایم با هم دیگه ساده کنیم، میشه گفت که واکنش 2 اینو بکنیم 1، اینو بکنیم 6 دهم. یعنی اگه اینجا 2 مول واقعی داشته باشیم و 2 مولش مصرف شده باشه، اینجا بازدهی 100% باشه، اینجا بازده 60%. ببین 60% x یا به عبارتی 6 دهم x مساوی شده با 1 و نیم. x رو بخوایم به دست بیاریم باید چیکار کنیم؟ باید 1 و نیم مضرب در 10 ششم کنیم که میشه 15 تقسیم 6 میشه 2 و نیم. پس اینجا 2 و نیم مول باید از FeCO3 استفاده کنیم. حالا نسبت FeCO3 به KMnO4 میشه 2 و نیم به 2. 63 و 2 دهم تقسیم بر جرم مولی KMnO4 که میشه K39 Mn55 O4 64 میشه 18 میشه 158. 158 خب اینو اگه ساده کنیم میشه 14. نسبتش باید 2 باشه به 2.5. این الان نسبتش 14 به اینجا چند میتونه باشه؟ میشه نیم اگه طرف این وسط این بکنیم. حالا نیمو باید ضرب در جرم مولی FeCO3 کنیم. FeCO3 جرم مولیش میشه 56 12 و 3 16 تا 48 تا میشه 48 تا میشه 60 و میشه 116. 116 میشه 58 گرم. پس گزینه 1 درست میشه. بریم سراغ سوال 88. کدام مورد در مورد سیلیسیوم و روش تهیه آن نادرسته؟ پس مورد غلط رو از ما میخواد. تهیه آن در دمای بالا امکان پذیره؟ بله. این رو تو شیمی 11 هم داشتیم، تو حل تمارین دوره‌ای. پس نتیجه میگیم که تمارین دوره‌ای خیلی نقش مهمی تو کنکور و خود امتحانات نهایی دارن. عنصر اصلی سازنده سلول‌های خورشیدی درسته. خصلت فلزی و واکنش پذیری اون از کربن بیشتر؟ نه. واکنش پذیری کربن از این بیشتره. همونطور هم که اگه بخوایم نگاه بکنیم شمار ترکیبات کربن خیلی بیشتر از شمار ترکیبات سیلیسیوم داره. پس این غلطه. در فرآیند تهیه اون از سیلیس می‌دونیم که بخوایم اون از سیلیس تهیه کنیم باید سیلیس رو با کربن تو دمای بالا واکنش بدیم تا ازش سیلیسیوم و کربن مونوکسید به دست بیاد. پس این هم درسته. پس همون گزینه 3 غلطه. سراغ سوال 89 میریم. اگر تفاوت شمار اتم‌های هیدروژن با اتم‌های کربن در آلکان X، آلکان X رو می‌گیریم CxH2x به علاوه 2. 3 برابر نسبت شمار اتم‌های هیدروژن به شمار اتم‌های کربن. ما میتونیم که تو آلکن ها، یعنی اگه این CY باشه H2Y باشه، نسبت هیدروژن به کربن همیشه 2. پس این داره میگه تفاوت این 3 برابر 2، پس میشه 6 تا. پس داره میگه تفاوت شمار اتم‌های هیدروژن یا همون 2x به علاوه 2 با x، یعنی 2x به علاوه 2 منهای x مساویه با 6. پس میشه x به علاوه 2 مساوی هستش با 6، پس x میشه 4.
پس اینجا من میتونم به جای C(H) 2x به علاوه 2 بنویسم C4H 10. و حالا به ما گفته که جرم‌مولی x چند 58 30 گرم بیشتر از جرم‌مولی y، پس این میشه 28 گرم. از طرف هم میدونیم که میشه 12 y به علاوه 2 y میشه 14 y، پس y مساوی هستش با 2، پس تعداد کربن های آلکن ما هم 2 تا میشه، پس میشه C2H4. تفاوت جمع بخار آب نیاز نیست الزاما معادله رو شما بنویسین، شما H2O رو در نظر بگیرین هم برای بالا هم برای پایین. اینجا ضریبش میشه، چون ما میدونیم که نه تو O2 نه تو در واقع CO2 دیگه هاش تکرار نمیشه که نگران این باشیم که هاش به غیر از جای H2O میره. این میشه 5 تا H2O، این میشه 2 تا H2O. پس تفاوتشون به ازای 1 مول از هر کدوم 3 تا H2O یا همون 3 ضرب در 18 54 گرم بخار آبه. حالا به ازای 1 مول 54 گرمه، به ازای 0.2 مول میشه 54 تقسیم بر 5 یا همون 10.8 گرم، پس این هم میشه گزینه 2. سوال 90 کدام مورد درسته؟ نقطه جوش متان بالاتر از بوتینه؟ نه، هر چقدر تعداد کربن ها افزایش پیدا میکنه نقطه جوش افزایش پیدا میکنه. درسته که متان یه آلکان و یه بوتین یه آلکینه، ولی تعداد کربن بیشتر بوتین باعث میشه که نقطه جوشش بیشتر باشه، پس الف غلطه، پس گزینه‌ای هم که الف دارن خط میخورن. واکنش پذیری بوتین بیشتر از واکنش پذیری هگزان طبیعیه، چون یه آلکینه و آلکین از آلکان و آلکان ها از آلکین از آلکن ها و آلکن ها از آلکان ها واکنش پذیری بیشتری دارن. این درسته، پس ب درسته. نیازی هم به بررسیش نبود، خود به خود تو هر دو گزینه ب درست بود. گشتار دو قطبی یک هگزان تقریبا برابر گشتار دو قطبی اتانه. بعد تو کتاب درسی خونیم که گشتار بر دو قطبی در واقع کلا ترکیبات آلکان، آلکن و آلکین تقریبا صفر و با هم برابر، یا به عبارت کلی بخوام بگم هیدروکربن ها ناچیز و با هم برابره. پس این درسته، پس جیم ما درست، پس گزینه سی ما درسته. حالا گزینه د هم بررسی می‌کنیم. نوع نیروی جاذبه بین مولکولی پروپان با نیروی جاذبه بین مولکولی یود متفاوته؟ نه، کاملا غلطه، با هم شبیه هم هستن و از نوع واندروالسی، پس گزینه د غلطه، گزینه سی میشه. سوال 91 اگر 18 گرم مخلوطی از گازهای اتن و پروپین، اتن C2H4، پروپین C3H4، این نیاز به اگه H2 داشته باشه این نیاز به 2 تا H2 داره و حالا ما این رو بهشون ضریب x میدیم تا اینم بشه x، این رو اگه به ضریب x بدم این میشه 2x. خب حالا بخوایم جرمی حساب کنیم میشه 2x هیدروژن به علاوه 4x هیدروژن یا همون به عبارتی 6x مساوی شده با 1.14